مردم دوست داشت ولی موحدین، نه دنیا پرست. به خاطر دنیا نه، بفهمی که الله تو را دوست داره. ملائکه هم دوست دارن. واقعا من میال موحدین چقدر دوست دارم، نه؟ در قلب محبت موحدین جای داره. بسیار دوست دارم. اینقدر دوست می داشته باشم که یکم دفعه بیان نمیکنم، میگم چی نشم، نه؟ تو چی نشم؟ ریا یا چی نه؟ میگم مغرور نشم. أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما، فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، فأطلق لروحك إشراقها، ترى الفجر يرمقنا من بعيد، ترى الفجر يرمقنا من بعيد. أخي قد سرت من يديك الدماء، أبت أن تشلى بقيد الإماء، سترفع قربانها للسماء مخضبة بوسام الخلود، مخضبة بوسام الخلود. أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عن كاهليك السلاح، فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد، ويرفع راياتها من جديد. أخي إنني اليوم صلب المراس، أدك صخور الجبال الرواسي، غدا سأشيح بفأس الخلاص رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد، رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد. سأثار لكن لرب ودين، وأمضي على سنتي في يقين، فإما إلى النصر فوق الأنام، وإما إلى الله في الخالدين، وإما إلى الله في الخالدين. أخي إنني ما سئمت الكفاح، ولا أنا ألقيت عني السلاح، فإن أنا مت فإني شهيد، وأنت ستمضي بنصر مجيد، وأنت ستمضي بنصر مجيد. وإني على ثقة من طريقي إلى الله رب السنا والشروق، فإن عافني السوق أو عاقني، فإني أمين لعهد الوثيق، فإني أمين لعهد الوثيق. أخي فامض لا تلتفت للوراء، طريقك قد خضبته الدماء، ولا تلتفت ها هنا أو هناك، ولا تتطلع لغير السماء، ولا تتطلع لغير السماء. فلسنا بطير مهيض الجناح، ولن نستذل ولن نستباح، وإني لأسمع صوت الدماء قويا ينادي الكفاح الكفاح، قويا ينادي الكفاح الكفاح. أخي إن ضربت علي الدموع وبللت. قال رسول الله صلی الله علیه و ابی هریره رضی الله عنه میگه رسول الله فرمود ان الله تبارک و تعالی اذا حب عبدا، الله متعال وقتی که محبت کنه با یک بنده نادا آواز میکند یا جبریل، ای جبریل ان الله يحب فلانا فاحبه، الله فلانی را دوست داره تو محبت کن، فيحب جبريل، با جبريل مقرب ترین ملک و محبت. ثم ينادى جبريل في السماء، رئیس دیگه است، نه رئیس دیگه ملک.
بازی در آسمان صدا میکند ان الله یحب فلان، الله با فلانی محبت کرد، فاحبوه، دوست بدارین شما، فیحب اهل السما، تماما ملائکه آسمان که تیزی محبت میکنند. و یوضع له القبول فی الارض، مانده میشد برای قبول در زمین. اهل زمین هم میگه موحدین که شما کت یا کل گینا محبت. یکی اگم تو میگه بسیار دوست دارم، محبت از این جماعت. اول الله با جبرئیل با ملائکه بازی عملت که پیش میره شب و روز، نه صبح شام کل ملائکه کیس فلانی و مرد. وقتی که مردی دیگه روحت میره کلگی مرحبا است، خوش آمدی، السلام علیکم، السلام. محبوب محمد میگه پیش اگر بغض کرد اعلان میکنه که را بد میبرم، کلگی بد میبره، کلگی نه. که مردی میگه فما بکت علیهم السماء، نه آسمان گریان میکنه و نه زمین. خوبش شد میگه مردار شد، یک طاغوت از بین رفت. رواه البخاری کتاب التوحید، رقم حدیث این بخاری است، کل حدیث بخاری است 7485. و در این حدیث اثبات صفت الحب لله سبحانه. الله محبت میکنه، چه قسم؟ مثل ما و صفت الکلام له سبحانه، دیگه کعب میزنه الله نه محبت که کرد میگه کلگی را میگه اعلان، اول جبرئیل میگه باز مو بدگرا باز کلگی زنه. مراد به قبول در این حدیث قبول القلوب لهم بالمحبه، محبت مؤمنین قلبش محبت شقا، قلب ازی مؤمنین محبت از در قلبت جای میگه. والمیل الی و رضا، انسان به او میلان میکنه. واقعا ما میال موحدین چقدر دوست دارم نه؟ در قلب محبت موحدین جای داره، بسیار دوست داره. من قد دوست میداشته باشم که یکم دفعه بیان نمیکنم میگم چی نشم نه؟ تو چی نشم؟ ریا یا چی نه؟ میگم مغرور نشم، آوایش خراب نشم. اگر نه یکم استاد حقا میگه قد دوستشان دارم، میگم اگر بگم بسیار دوستم بسیار تعریفش کنم با یاغی باقی نشنی دیگه تکبر در قلبش پیدا نشه. خب نمیگم ولی در قلب محض محبت یکم دفعه کم اظهار میکنم. و یؤخذ منه ان محبت قلوب الناس علامت محبت الله، میگه گرفته میشه محبت دل مردم یا علامه محبت الله. میگه بفهمی که مردم تو را به خاطر الله دوست داشت، بفهمی که الله دوست داشت. خب یک بشارت است نه؟ این من نمیگفتم، این میگه خب میگه پس بیان نمیکنم، خود میشارح میگه میگه ای را بفهمی که مردم دوست داشت ولی موحدین، نه دنیا پرست، به خاطر دنیا نه، بفهمی که